توجیکستان امامعلی رحمان به حیث سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح تاجیکستان و گنرال ارتش از محله بود و بخش قشون‌های سرحدی در حدود ناحیه‌های پنج و میر سعید علی همدانی گارنیزون ختلون بازدید کرده با سطح تیاری جنگی قسم واحدهای نظامی این ساختار و نیروهای ذخیروی مستقر در مرز با افغانستان شناخته شده است. قشون‌های مرزبانی برای نمایش اقتدار جنگی خود با جلب تکنیک نظامی و سلاح‌های سبک و وزنین در نزد پرزیدنت پراد حربی نیز برگزار کردند. امامعلی رحمان ابتدا از اتریاد پنج و سپس از اتریاد همدانی بازدید کرده در اتریاد همدانی سخنرانی هم کرد. امامعلی رحمان در سخنرانیش به وضع مرکب در کشور همسایه اشاره کرده گفت مرز تاجیکستان با افغانستان همچون منطقه بوفری نه فقط برای تاجیکستان بلکه برای کشورهای اسنگه و حتی اتحاد اروپا موقع بسیار مهم دارد. یعنی سرحدبانان ما با حمایت مرز دولتی تاجیکستان به خطری کشورها و منطقه های دیگر دنیا را نیز از خطر و تهدیدهای جهان معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق سلاح، مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی حفظ کرده ایستادند، تاکید کرد امامعلی رحمان. او در سخنرانیش گفت وضع نهایت مرکب حساس منطقه و جهان خصوصا افزای افغانستان همسایه عاقبت‌های منفی روند جهانی‌شوی، فعال گردیدن گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی و دیگر گروه‌های جنایتکار فراملی تقاضا می‌نماید که هر یک سرباز و افسر بننگ ناموس هوشیاری کسبی و زیرکی سیاسی را از دست نداده به خاطر حمایت خاک مقدس وطن عزیزمان وظیفه‌های خدمتی خود را صادقانه و با احساس بلند وطنداری اجرا نماید. بازدید امامعلی رحمان از دو قطعه مرز در مرز با افغانستان در حال صورت گرفت که در چند هفته آخر جنگجویان حرکتی در بسیار کشورها از جمله در تاجیکستان ممنوع طالبان نظارت بیش از 900 کیلومتر از 1370 کیلومتر مرز تاجیکستان با افغانستان را به دست آوردند. پیشرفت‌های اخیر طالبان نگرانی‌های را به بار آورده است که حکومت کنونی افغانستان بعد خروج نیروهای تکیهگاه اساسیش ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا دیر نخواهد پایید و زیر فشار طالبان سقوط خواهد کرد. طالبان اظهار داشتند که قصد ایجاد ناامنی در مرز با کشور تاجیکستان را در سر ندارند، ولی در دوشنبه و دیگر پایتخت‌های منطقه بخصوص بعد زیر فشار طالبان به قلمرو تاجیکستان سرازیر شدن بیش از 1500 سرباز نیروهای حکومتی افغانستان و حدود 1400 گریزه ملکی از آن کشور به تغییر وضع در افغانستان با نگرانی نگاه میکنند. امامعلی رحمان اخیراً دستور داد که 20,000 نفر را از حساب سربازان ذخیروی به ارتش سفربر کنند. دوشنبه همچنین رسما از سازمان پیمان امنیت دستجمعی اودیکبه برای حفاظت مرزهایش با افغانستان کمک خواسته است.